در پی شروع حملات دوباره صهیونیست‌ها به باریکه غزه، تظاهرات و راهپیمایی‌ها در اروپا به ویژه در فرانسه از سر گرفته شد. گروه فوریت فلسطین در فرانسه با اعلام روز ملی همبستگی با مقاومت فلسطین در پاریس و چندین شهر دیگر این کشور اقدام به برپایی راهپیمایی کردند. Comme nous ici en France la majorité donc c'est la solidarité parce qu'on compte pas sur nos états on compte pas. در این راهپیمایی همبستگی ما به دولتمان امیدی نداریم، اما از دولت مردم می‌خواهیم تا جلوی قتل عام دوباره مردم فلسطین را بگیرند. هدف سازمان دهندگان تظاهرات فرانسه تقویت بسیج مردمی به نفع مبارزه برای آزادی فلسطین، پایان نسل کشی و محکوم کردن صهیونیسم و نجات پرستی عنوان شده است. من برای انسانیت در این تظاهرات شرکت کردم. هر روز که رویدادهای نوار غزه را نگاه می‌کنم وجودم می‌لرزد. ما خواستار توقف حملات و آتش‌بس دائم در غزه هستیم. آتش‌بس دائم، توقف نسل کشی، فلسطین آزاد و اسرائیل قاتل، فرانسه همدست از جمله شعارهای تظاهرات حمایت از فلسطین در فرانسه بود. در هفتمین هفته تظاهرات مردمی در سراسر جهان، فرانسوی‌ها از سران کشورشون خواستند تا از همراهی کردن با مسئولان رژیم صهیونیستی خودداری کنند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.